یا الله ما را دوست دیگی، یا الله تا نصف شب کل گریه میکرد که یا الله یک چیز میخوایم تو از ما راضی باشی، یا الله ما در زندان باشیم تو راضی باشی، یا الله تو در دوستیت ما را قبول بکن، یا الله ما متابعت از رسول الله صلی الله علیه و میکنیم، یا الله همین متابعت ما را وقتی که تو گفتی ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر شما مرا دوست دارین متابعت از رسول الله صلی الله علیه و بکنین، به خاطر متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم نام ها سر ما گذاشته شد، در زندان ها برده شدیم، 200 قسم تخریب شدیم، 1000 قسم سر ما تهمت شد، 20,000 قسم سر ما حملات میشه. صرف گناه ما اینمی هست که متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. من هواهم لب قلبي ذائب و یا الله تو گفتی که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، ما اینمی آیت قرآن خوانیم گفتیم که ما متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم یحببکم الله، یا الله ما را دوست داشته باش. صرف هدف ما کلش زندگی ما اینمی بوده. چیز دیگه خواستیم، قصر خواستیم، موترهای کروزین خواستیم، مال زیاد خواستیم، در اونمو هم کل نشست برخواست. پس هدف و برنامه یک مسلمان که اگر کل دنیا و ایران به عقیده داشتیم، ما را گفت که استاد مریضی چه قسم است؟ ما گفتیم 1 سال است که من دوای قلبی ندارم، من 3 قسم دوا داشتم. یک دوای من ای بود که من باید همیشه در مناطق سرسبز داشتم، لکن من در یک اتاقی که در اونجا کتمه اکثرا کسایی را انداختن که بسیار خطرناک زندانیا بودن. از او که در اختطاف چی خطرناک نمی بود، از او که در مثلا قاتل خطرناک نمی بود، از او که در انسانی که بسیار قوی و مسلح و در جنگا و در زدن گپا قوی نمی بود که او در یک لحظه چندین نفر چپه میکرد، در اونمو همراه ما می بود. لکن در اونمو حالت هم شفا به دست کی هست؟ ابراهیم علیه السلام چی میگه؟ و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من مریض شدم مرا کی شفا میده؟ الله میده. از نگاه قانون بشر، قانون طبی، سر یک کسی که تکلیف قلبی داشته باشه 2 ماه دوایش قطع کنی میمره. از چربیایی که باید برش دکتر میگه زیتون بخوری، روغن فلانی رو نخوری، اگر از رو برش بدی قلبش استاد میشه. اگر فضایی که آزاد از تنفس میکنه، اگر رو سرش قید کنی تنفس کردن نمیتونه، اونجا چی میشه؟ از بین میره. لکن مدد الله چه وقت بر انسان میرسه؟ ما تجربه کردیم، یکی کسایی که دیده مدد الله چه وقت میرسه؟ مدد الله اون وقت میرسه که وقت برادرای یوسف علیه السلام خودشان خیستن و گفتن ما یوسف هم میکشیم، در چاه میپرتیمش، به یک غلام تبدیل شود، به یک برده تبدیل شود، نام یوسف از تاریخ برداشته شود، در بین ما نباشه. در زمین بر قتل یوسف علیه السلام برنامه سنجی میشد. در آسمان الله متعال فیصله کرد که اینمی جوان را که تو میخوایی که نابود کنی، اینمی جوان یک وقت صدراعظم میشه و اینمی برادرایش که از کلشان باز میان برازی سر خود خم میکنن، تسلیمش میشه. اما تو شد نشد. پلان زمین تدبیر شد یا پلان آسمان؟ والله غالب علی امره، الله در کارهای خود غالب است، قوی هست. برنامه الله تطبیق میشه، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لکن اکثریت مردم علم ندارن. اکثریت مردم علم ندارن. اکثریت مردم قرآن نمیفهمن. اکثریت مردم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیفهمن. قصه یوسف علیه السلام در قرآن مکمل گفته شده. علما و قاری صاحبا میفهمن که قصه هر پیغمبر در چندین جای است. قصه آدم علیه السلام در چندین جای قرآن است. قصه موسی علیه السلام در چندین جای قرآن است. لکن قصه یک پیغمبر است که کلش در یک سوره مکمل یک دفعه گفته شده و مکمل از اول تا آخر ختم شده. قصه یوسف علیه السلام است. صحیح است؟ حکمتش چی است؟ حکمتش چی است که قصه یوسف علیه السلام با قصه زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار مشابهت داشت. ای پیغمبر، اینمی کسایی که در زمین فیصله کردن که یوسف علیه السلام کشته شود و از بین بره،
عین اینمی مردم سر تو فیصله میکنه که تو کشته شوی و از بین بری. او را هم قوم خودش، بیادرای خودش، تو را هم قوم خودت. اونا هم در زمین میخواین بر از او دسیسه سنجی بکنن و نابودش بخواین بکنن، لکن در آسمان فیصله میشه. بر رسول الله صلی الله علیه و آله عین فیصله شد. روزی که از خانهش رسول الله صلی الله علیه و آله کشیدن بردن، سه روز در غار ثور همراه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود. اونجا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا بردن، فیصله کل از این مردم چی بود؟ که باید محمد صلی الله علیه و سلم نابود شود، کشته شود، بکشینش. لکن الله متعال در آسمان فیصله کرد که اینمی نفر که شما میخواین بکشین، نابود کنین، من رهبر حکومت اسلامی میسازمش، سیاست مدار جهان میسازمش. اتو روز شوه که در شرق و غرب کس نامش گرفته نتانه، بدی به بدی یادش کنه، معلم نامش بعد یاد بگیره، در دان خود کت بوکس میخوره. این حال چی است؟ عزت از جانب کی هست؟ از جانب الله است. پس ما مکلفیت ما چی هست برادرای محترم؟ که متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که محبت خود با الله ثابت کنیم. هر کس این قاعده هست، این فرمول است. من جربا لو بادت لي نظرة من وجههم لملأت الكون فيها طربا.